دوام یک شبانه روز با مرکز سلامتی رقم 4 شهر خوجند تا 20 نفر با نشانه‌های به زوکام مانند مراجعت میکنند، اما طبیبان میگویند که خود بیماری زوکام هنوز به قید گرفته نشده است. بیماری شمالکشی شدید راه نفسی بالایی یکی از بیماری‌های موسمی معمول به حساب رفته به تغییر باد و هوا وابستگی دارد. بیشتر مراجعت شهروندان پس از بارشات باران تغییر هوا یا بگاه روزی به قید گرفته شدند. اوج دومی بیماری موسمی به ماه دوم فصل تیر ماه راست می آید. سبب تغییر باد و هوا می باشد. با گفته طبیبان اویلوی مراجعت شهروندان نیز با نشانه‌های تصفیه بلند سلفه، ریزش آب چشم و بینی زیاد گردیده است. از روی نمودهای آنالیزها و یا در وقت تحقیقات لابراتوری میگذاریم نشانه‌ها و تشخیص شدن پوری زوکام حالا تشخیص نشده است. بسیارتر مراجعتناکی و تشخیص شدن بیماری‌ها این یعنی فرینگیت، نازوفرینگیت اگر با ترمین گوییم، اگر ساده تر فهمونیم این التهابی شدیدی راه‌های نفسی بالای راه‌های نفسی یعنی بینی، گلو و خلق بسیارتر مراجعت کرده ایستادند. گرفتار شوی به این نمود بیماری موسمی به سن و سال علاقمندی نداشته هر نفر گرفتار شدنش ممکن. زیادتر و یا دوامناک تبابت شدن بیمار بیشتر از ایمونیتت شخص وابستگی دارد میگویند طبیبان. طبیب اویلوی رقم 4 شهر خوجند ضمن صحبت گفت که در اولین روز بیماری تصفیه بلند به نظر رسیده بیماری حس کرده می شود. از این وابسته است که درد سختی سر، دردهای چشم وابسته با درد سر، محکم شوی و گشاده شوی گوش و بینی و از پس از یک روز یا دو روز دورتر پس از 2 روز پیدا شدنش ممکن است. سوزش در گلو، حسیات‌های در گلو، خارشی گلو، هر زمان سلفه، کنده شوی یا گم شوی آواز، خیره تیره شوی آواز. در شخص بیمار روز سوم چهارم دردهای دست و پای، موشک‌های تخت پشت، تیز مانده شوی دیده می شود. خود معالجه کنی به بیمار توصیه داده نمی شود. آمده فصل سرما باعث اوج زیاد بیماری های موسمی به هم مانند می گردد. دقیق کردن نمود بیماری نیز برای طبیبان دشوار می شود. تصفیه بدن سلفه، دشوار شوی نفس کشی نیز یکی از نشانه های بیماری کرونا ویروس به حساب رفته مانند به زوکام و شمال خوری دارد. اوید به این مسئله اینوم براتوف سردختر نوحیوی بیمارخانه رقم 2 جماعت یاوه نوحه باباجان غفوروف گفت که فصل سرما کاری طبیبان را دوچند و مرکب می گرداند و این باعث با مشکلی روبرو شدن طبیبان شدنش ممکن. اویدی فصلی سال باشدگی البته تاثیر میرسانند. برای کارکنان تیپ وقتی که هوا من نزدیک عمداست تیر ماه زمستان سر میشه اون من جدا کردن بیمار از بیماری کووید سال برای دکتران کم ترکک باشدن دشواری وجود میآورد. با گفته سردختر نوحیوی بیمارخانه رقم 2 جماعت یاوه نوحه باباجان غفوروف تنها پس از تشخیص به کدام نمود بیماری گرفتار شدن بیمار انیق می شود. در حالت پیدا شوی سلفه، درد سر، ریزش آب بینی به طبیبان اویلوی مراجعت نمودن لازم است. در حالت طبابت خانگی حتما از روی توصیه دکتران عمل باید کرد. حتما به لباس اعتباری جدی ظاهر نمایند. حتما لباس‌های گرم و محکم باید که پوشند. در پای و در گلو نباید که گشاده باشد که شمال‌ها رسد. این هم به زود پنشوی بیماری‌ها گرفتار می‌کند. یعنی چای خواندن گلو، تیز نوشاکی‌های گرم و یا از طبابت‌های خلقی یعنی ملین چای، لیمو چای استفاده بردن دود کردن از اسپند، هزار اسپند یعنی اسریک دود کردن ضرور است برای پیشگیری و از استعمال نوشاکی و طعام‌های خنک خودداری کنند. این تنها چند مصلحت دکتران برای پیشگیری بیماری موسمی است، ولی مراجعت سر وقتی به طبیبان برای حمایت سلامتی شخص و اطرافیان نهایت مهم است. در موسم سرما هر نفر از پیشتر بیشتر باید از پی سلامتی باشد. گزارش سید مختار سید انور نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.